سلام هموطنان گرامی، خوش آمدید به این صحبت من. دوستان عزیز، بسیاری ها از من سوال میکنند که برادر منوچهر کوهستانی، آیا امید هست که تاجیکستان یک روز یک کشور پیشرفته بشود؟ من راستی در حقیقت باور دارم که ما میتوانیم که یک کشوری بسازیم که مردم آن کشور بتوانند که در کشور خود زندگی بکنند و اهل عائله خود بتوانند که در تاجیکستان، یعنی که با تمام چیزهای در کاری، با چیزهایی که در زندگی در کار هستند پره بسازند. مشکل اساسی ما و شما دوستای عزیز، مشکل اساسی کشور ما و شما در آن هست که فرهنگ و پیشرفت کشور ما، مثلا معارف ما خیلی در سطح پست هست. معارف ما در سطح پست هست چون که سرمایه گذاری نداره. تاجیکستان میتواند یک کشوری بشود که مردم خود به خوبی تأمین بکند در آن وقتی که معارف ما پیش برود، در آن وقتی که در حقیقت حکومتدارای ما درک بکنند که یک کشوری به مثل تاجیکستان باید پیشرفت بکند. پیشرفت کردن کشور ما برای هر یک تاجیکی که در خارج یا در داخل زندگی میکنه فایده کلان دارد. امروز نازی ها، یعنی که بدبینی های بدبینی ها یا نفرهایی که دیگر ملت ها را بد میبینند در تمام دنیا زیاد شده ایستادند، چون عصر 21 هست. عصری هست که انسان ها می توانند که از یک جای یک خبری را پیدا بکنند و فکر و عقیده خود عوض بکنند. اما متاسفانه در کشور ما و شما، در مملکت ما و شما، مردم ما روز به روز در فکر فرار کردن از کشور هستند. امروز اگر شهروندی روسیه را یا اینکه شهروندی دیگر کشورها را برای تاجیکان مفت بدهند، آنها این را قبول خواهند کرد و از وطن فرار خواهند کرد. چرا؟ چون مردم آینده خود را در کشور نمی بینند. وقتی که یک فرد تاجیک، وقتی که یک شهروند تاجیکستان نمی تواند که در سطحی، یعنی که مردم پیشرفته دنیا باشد، حداقل در سطح روسیه باشد، این خطری بزرگ برای آینده تاجیکان دارد. اینک هم شوروی از بین رفت، ملت ما استقلال خود پیدا کرد و ملت ما جدا شد و ما کشوری به نام تاجیکستان داریم. بله، متاسفانه این کشور یکی از، یعنی که 10% زمین تاجیکان است که به ما مانده است، اما با کم فکری و نافکری بعض نفرها کشور ما نمیتواند که تمامی مردم خود ما را در داخل و تمامی چیزهایی که برایشان در کار هست تأمین بکند. امروز جوانان ما فقط حقارت میکنند. امروز جوانان ما یعنی اشتیای بحث ندارند، چون مکتبی که جوانان ما میخوانند و به انجام میرسانند، آن مکتب به جوانان ما نشان نمیدهد که چطور باید اینها زندگی خود را پیدا بکنند، چون سطح معرفتی نفرانی که مسئول هستند کم هست.
امروز ما نیاز به پیشرفت داریم. امروز ما نیاز به کادرهای نو داریم. امروز باید حکومت تاجیکستان این خطایی را نکند که دیگر اندیشان را بد بگوید. حکومت تاجیکستان باید در فکر پیشرفت این ملت باشد. دوستان عزیز، از من سوال میکنید بعض موردها، بعض وقتها که چرا منوچهر کوهستانی زیاد صحبت نمی کند؟ در چی باید صحبت بکنم دوستان عزیز؟ من نمیخواهم به کسی بد بگویم. بگذار که دولت دار باشد، بگذار که حکومت دار باشد، اما باید جنابان، نفرانی که خود را مسئول این ملت میدانند، به نفرانی که علم دارند و به نفرانی که برای پیشرفت ملت صحبت میکنند، و مثل بنده و مثل من که من هیچ وقت هیچ فکری برای دیگر چیز ندارم. هر یک صحبتی که من دوستان برایشون میکنم، این صحبت به خاطر پیشرفت ملت هست. امروز باید شما دوستان عزیز، همه نفرانی که خود را مسئول این ملت میدانید حرکت بکنید. امروز ما نیاز به یک پیشرفت داریم که آن پیشرفت هر یک تاجیک نیاز دارد. ما ملتگران نیستیم، ما قومگران نیستیم، ما خودگران نیستیم. ما میخواهیم که ملت ما آباد باشد. امروز باید که صدای تاجیکستان در تمام کشورهای دنیا شنیده شود، اما متاسفانه درباره تاجیکستان کسی حرف نمیزند. من با بسیار نفرها صحبت میکنم، با بسیار نفرانی که در سیاست هستند صحبت میکنم، با سیاسی ها، با نفرانی که در حزب‌های سیاسی کشورهای که پیشرفت کرده جهان هستند صحبت میکنم. همه یک فکری را میگویند که یک صحبتی را میگویند که ما مردم باید خود حرکت بکنیم. امروز اگر کدم انتظار آن باشد که بانک جهانی برای تاجیکستان چیزی خواهد داد، اون غلط میکند. چون فقط کشور را ما و شما میتوانیم که با پیشرفت و که با خوبی و با حرکت عاقلانه پیشرفت بکنیم. خدا حافظ دوستان عزیز. انشاءالله که در زندگی موفق باشید.